لبیک. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته. حضرت جان خوب هستین انشاءالله؟ الحمدلله سلامت باشید. یک سوال داشته، همین شریعت اسلام برای خودکشی چی مجازات مقرر کرده است؟ سلامت باشید. دیگر سوال نیست؟ دیگر سوال ندارید؟ نه. خدا خیر برکت میشه رو پرسید. یعنی چی مجازات؟ یعنی هر کسی با هر چیزی که اگر سوال دیگه هر کسی با هر چیزی اگر خود رو به قتل برساند تا روز قیامت و در جهنم دائم اگر زهر خورده باشد زهر میخورد لبه اگر از بلندی پرت باشد با همین عذاب دائم ابد عذاب میشود. ولی من گفتم در صحبت نه فکر میکنن که خود چیش کردن تمام مشکلی حل میشود. نه، آغازی مشکلی است، آغازی بدبختی است، آغازی عذاب است. چرا که این مشکلی این زندگی اجر دارد، پاداش دارد. اما خودکشی یکی از گناه‌های کبیره که برای قوم و قبیلت، برای پدر و مادرت یک داغ، غم، اندوه و تو رو در عذاب ابدی مبتلا و گرفتار میکنند. برای همین خصوصا جوانان میکنن این کارا رو از جوری که تجربه ندارن، از جوری که سواد ندارن، از جوری که ایمان ضعیف دارن، ایمان کامل ندارن. برای همین وقت کشی دست میزنن. نباید این کار رو انجام بدیم. لبیک. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته. یک سوال داشتم. مرحبا. سبب خودکشی انسان ها همین چیز میتونه باشه که به مولک مشکلات اقتصادی همین ازش شما میتونم خدا خیر برکت. سلامت باشید. سلامت باشید. ما دیگه سوال نیست؟ سلامت باشید. خب یعنی دو سبب، یعنی مشکلی اقتصادی و اینکه بیماری. مشکلی اقتصادی من اولی رو میدونم یکی از کامیابترین صاحب کارهای جمهوری هستند. خود میگن که تا پدر خدا رحمتشون کند، پدرمان بود، ما نانشته سحری، خوراک‌های نصفی روزی، بگاهی، شکر پیدا نمی کردیم که در چایمون شیرین کنیم بخوریم. خود سال برن خدا رحمت کنن پدرشون رو. چقدر محنت و زحمت میکشید لیکن محدود میشه، لیکن برای حلال. وقتی که پدر میگذرد این همه چند فرزند، 4 یا 5 فرزند، همه صاحب کارو، همه کامیاب و صاحب کاری کامیاب و موفق. چون خیر و برکت دیگر گوگو میپرسن که از نام پدر حج یا که به نام پدر این کاری خیر و از نام پدرمون این کاری خیر، اون اجر و پاداش و خیر و برکت و صدقه جاریه با مانند نهر و قبرش رفته شده است و قبرش انشاءالله پر از نور، پر از نور ایمان، پر از نور قرآن، پر از نور رحمت الهی است. چرا که ایمان داشت همیشه با راه حلال فرزندان رو تربیت کنم. لیکن محدود. حتی میگه در خوراکمون یعنی گاه‌ها روغنی رو در ماهش پیدا نمی‌کنیم. ماهش قطعی از خوراک روغنی نمیافتیم که بخوریم در بدن پدرشون. اونی که بچه‌ها خوندن، بچه‌ها لیکن تربیت کرد با لقمه حلال فرزندان رو تربیت کرد. حالا ببینید که بهترین صاحب کارها هستن و خیر احسان و صدقه و زکات و فکر روزه و قربانیشون حد کنار ندارد. مشکلی اقتصادی نباید انسان دست به خودکشی بزند. خیر برکت میارد مشکلی اقتصادی زندگی هر مسلمان برای مسلمان. بلکه بیماری هم که باشد، اگر بیماری روحی نباشد هیچ وقت به دیگر بیماری انسان باید که خودکشی نکند. لبیک. علیکم السلام و رحمت الله. مرحبا. چی میشه بهش رو شدید شاید. خدا خیر برکت. دیگه سوال ندارید؟ موفق باشید. سلامت باشید. یعنی پیش رو این خودکشی چگونه؟ یگانه رو نصیحت، یگانه رو درس، یگانه رو فهماندهی. ما چقدر بزرگا داریم، چقدر دانشمندا داریم، چقدر یعنی خیرتمندا داریم، چقدر شاعرای بزرگ داریم. و یکم ترک عقل کودک بیدار شد
بگو که بچم مولانا گفته است که بگو دل رو که گرد هم مگردد، که زیر رو هم بخوردن کم مگردد، مشکلی ها و اصودگی ها میارد، 4 تا میسره، 4 حدیث، 4 آیت تعلیم در ذهنش جای کن، هیچ وقت به خود کشی دست نمیزنم. لیکن فقط حرسی و حریصی و او فلانی دارد ما نداریم فلانی دیگه، فرزند رو بدبخت میکنید. میرود به خود چی دست میزنم؟ من او دارد چرا من ندارم؟ میرود از روی چی؟ از روی بی ایمانی، ضعیف ایمانی و از روی نادانی. و وقتی که در ذهن فرزند در جای کردی که بچم بلکه چشم شدی به این زندگی، بلکه دیگر این زندگی، این حیات قطعی شناس شد، این دنیا قطعی شناس شد. شناسیدن به این دنیا چه خیلی هست؟ این دنیا و این زندگی، این حیات نعمت ها دارد. بچم هیچ وقت به نعمتی مغرور مشد و مشق کردی و بازو و دیگر مغرور نشد. تواضع کن. چرا پیامبر خدا میگوید، حبیب خدا میگوید که من تواضع لله رفعه الله. کسی تواضع کند پروردگار اون رو میبردارد. کسی کبر کند پروردگار اون رو به خاک یکسان میکند، خور ذلیل میکند. حالا مصیبت ها از در این دنیا، این مصیبت ها یکی از سنت های همین زندگی هست، از قانون های این زندگی هست. هیچ انسان مشکلی نیست. همه انسان ها مشکلی در زندگی دارن. کی هست؟ نه وزیر رو، نه سفیر رو، نه دهقان رو، نه دملو رو، نه مفتی رو، نه امام خطیب رو، نه سرخطیب. بیار یک انسانی رو که مشکلی نداشته باشد در زندگی نیست، وجود ندارد. زندگی همین از خشی ها دارد، مصیبت ها دارد. وقتی که فرزند رو از خردسالی فرزند تا 6 سالگی را که شخصیتش کامل می شود، و وقتی که در پیش بودن تا 6 سالگی را دشنام حقارت ضرب و لط و دیگر غیبت و سخنچینی و بدگویی و یعنی دشنام و حقارت دیگر تردید، بعد از اون فرزند وی امید هست، بعد شما رو خوشبخت میکنن، بدبخت میکنن. انسان مسلمان تا 6 سالگی شخصیتش، حیثیتش معلوم میشد، کامل میشود. خب بعضی تا 14 هفتگی هستن، اون مسئله علم قطعی است. اما فکر و اندیشه و رفتار و گفتار و دیدن همه 6 سالگی کامل میشود. باید تا 6 سالگی چند آیت، چند حدیث، چند مصرع، چند شعر، چند یعنی در وصف احترام پدر مادر، در وصف زندگی، در وصف وطن، در وصف یعنی چی؟ حمایت وطن، چند میشه شعر. احترام پدر مادر، خدمت وطن، یعنی کمک کردن به دیگران و همیشه انسانی نیک بودن، انسانی معصیت‌ناک بودن. چند آیت در ذهنش جای کن، چند حدیث در ذهنش جای کن. هیچ وقت نه تو رو آزار میدید نه خودش رو آزار میدید. وقتی که نگفتید نکردید، شیطان میکنه، محیط خرابش میکنه. وقتی که فضا رو خالی ماندید، شیطان کار میکنه، شیطان صفت رو کار میکنه. ببینید چیکار کرده ایستادن، جوانان رو به همجنسگرایی دعوت کرده ایستادن، همجنسگرایی رو میخواهند رواج بدهند. پدر مادری که نمیگوید، پدر مادری که فرزند رو آگاه نمیکند، شیطان ها خیلی کار میکنند. بعد میبینی که به فرزند دیگه نه سراغت میگیره، اون که همجنسگرا شد دیگه نه ناموس دارد، نه فراست دارد، نه انسان هست، نه شهروندی دارد، نه عزیز است براش وطن، نه مادر براش عزیز است، نه وطن. در نتیجه چی؟ در نتیجه این نگفتنی پدر و مادر. پدر و مادر یا عوض کننده اون، بلکه پدر و مادر یتیم موندگی هست، کفیل عوض کننده باید از خدا بترسد و هر وقت یتیم باید که سرش وسیله کند، بگد بچم احتیاط باش، اینجا شیطان هست، شیطان صفت ها هستن، گمراه میکنن، بدبخت میکنن، سوء استفاده میکنن، احتیاط باش. وقتی که گفتید یگانه رو همین است.